بابای امیر 83 ساله غربی به قهرمانی جهانی سامبو که در بخارا برگزار شد سفربر گردید و با رقیبش از فدراسیای روسیه الان تلاش مبارزه دارد که دو امتیاز گیرید و باز از را سبقت چون شروع گردید و حالت بعد تخت پشت نگاه داشتن هم فرا رسید که بابای امیری 83 ساله در این زمینه اندک موفق گردید. سپس امتیاز از دست داد و زود برگشت و انتقامی ناکامی را ستانید. پرتافتی انجام داد که 4 امتیازه بود و بعدا رقیب رو هم در حالت پرتری دریا و شرفیاب گردید. این رویداد برای سابقه دار 83 ساله در صحیفه سامبو بهترین است.